سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به ویدیو جدید ما. امروز باز یکی از ویدیوهای شفیعیار ریاکشن میتیم یا نظر خودم میتیم که چی میگن. دوستای ما ویدیو دیگه روان کردن که بشنوم ببینیم چی میگه. یک جایی هم عالم بزرگ دین از کشور افغانستان عزیز ما گوش میدیم. در اروپا بودی دوست هستی یا در امریکا بودی؟ اینقدر یا آسان اینقدر یا مردم آسان دوست میگن. بسیار ببخشید سعی کنید. خب همون گپ خو ما شما شنیدیم نه که میگم آدم با برتی گفتن هم نمونده، بردی گفتن هم نمونده. یک فکایی بسیار مشهور است. یعنی یک شما اگر ویدیو یگان تریده باشین مکمل ویدیو را بشنوی خوب گپ میفهمی، اما اگر یک نقطه شک از برات بگویه او را میتونی که غلط استفاده کنی. یا هم خدا میدونه هدف از چی بوده، در مورد چی گپ میزده، اونم یک جمله ش گرفته اون نفر چی میکنه بدنام میکنه. اعتیادتان دوسته نمیفهمین، مجبور هستیم بگیم مردگان منشسته. یک بار دیگه گوش کنید. در اروپا بودی دوست هستی یا در امریکا بودی؟ در اروپا بودی دوست هستی، در امریکا بودی دوست هستی. خود چرا بیادر ما دوست هستیم؟ حتی دخترت با کس رابطه نامشروع میگیره، یک بار میاره در خانه میگه این دوستم از دوست، تو مجبور طرفش خنده کنی. اینه حتی چایم بیتی عزتش هم کنی، بگوی چه یک دوست خوبه پیدا کردی، از کجا پیدا کردی را؟ حتی یعنی راست میگن، راست میگه. وقتی کشور خارج آدم میره تو دیگه با زور سر اولادات نمیرسه. متاسفانه دیگه اون مثال دخترت هست بای فرند خودم میاره، اون اگه بچه مردارخور کسی در خانه میاره میگه می بای فرندم است، تو در مقابلش چیز گفتن نمیتونی. تو صدای تا بکشی و حکومت خبر میتونه و حکومت بدر دخترت از پیشت میگیره جدایش میکنه، یا که بیخی بعدش بیاد تو در زندان هم مندازه. این یک گپ واقعیت است، راست میگه. وقتی که تو سن از خنده کنی که صحیح باید تو بکنی. دنیا در چه حالت رفته. نظر به این گپش صدق میکنه. کسایی که باز خنده کنه وقتی که اولاد خود صحیح تربیت نکنه، از اول سر سیاست نداشته باشه، به این سویه برسه که در پیش رویت یک بچه را در خانه بیاره باز بگه که بای فرندم است، باز تو سنش خنده کنی براش چای بیاری، خلاص میگه. دوست چی میکنی؟ این رقم انسان خدا نیست نابود کنه. دخترت که یک نفر رفیق میشه، موضوع خانه میاره میگه نه این رفیقم است، و تو نامرد نمیخیزی که اموجه یک تفنگ بگیری دمی سینهش دی اردوش اموجه جای در جای. چی میگه؟ خیلی تو نامرد هستی، نامرد که هستی دوست هستی. در اروپا بودی دوست هست؟ هدف از اوی است که راست میگه، اما تو آدم باید خنده کنه سنش. حالا کی گفته که تو مثال تو تفنگ یا چیز را بگی؟ مشت خداری، سیلی خداری. اول خود دخترت یک سیلی محکم بزن که او طرف بفته. دوم برو بچه را خوب دندانایش میده کن. چی مانا داره؟ او در زمان سابق مردم بی کارا را پت هم نمیتونست. مردم مثال از شهر مردم پت ای کارا را نمیتونست. تو یک قدر جرأت داری که تو یک بچه را در خانه میاری باز میگی که بای فرندم است، برای چای برم در اتاق خود میرم. باز شفیعیار بزرگوار ما و شما میگه که نه راست میگه، سنش خنده کنین براش چای ببرین در اتاق ببوین بفرمایین، هر کار میکنین. یا در امریکا بودی؟ حتی دخترت با کس رابطه نامشروع میگیره، یک بار میاره در خانه میگه این دوستم از دوست، تو مجبور طرفش خنده کنی. اینه حتی چایم بیتی عزتش هم کنی، بگوی چه یک دوست خوبه پیدا کردی، از کجا پیدا کردی را؟ آزم همین بیچاره خود گپای بد نمیگه، راست میگه. همین هر طرف میشه ملا را بد میگه. اکثریت ملای ما مردمای خوب است. اگه دخترش نفر میاره در خانه که بابا اینی دوستم است، ما اینی را پیدا کردیم، امراش رفیق شدیم که میخواییم ما زندگی کنیم براینده خود. میگه بازی بابه دیوسش میگه آفرین بچیم اون نفر پیدا کردی، ای کجا پیدا کردی؟ اینا لگی ای توقعش است که تو تفنگا را در خانه پر کرده بانین که می دخترتان آمد که گفتی بچه را بابا
ما میخوایم عروسی کنم و اینو پیدا کردیم. عروسی کنم. خب وقتی که اول خب گپ تفنگ به خاطر میگه که یعنی در مجموع ما شما را خشن یا دین اسلام چی نشان میده؟ کی گفت که تفنگ نگاه کو بدر؟ یا یک سلی محکم اخو نگاه کو. مشتلقات خو استفاده میتونی. و بچه را یک زدن بده که دوام رو دیگه کار نتونه. وقتی که تو میخوای عروسی کنی آدم خواستگاری روان میکنه. نه کی بای فرندم است ما در اتاق خود میرم تنها کدش میشینم برام چای بیار. توی رقم عروسی میکنی. کسایی که این علاقمند شفیعیار است صحیح است شما خیلی کار بکنین. وقتی که در خانه تان آمد وقتی که خوارتان یا دخترتان وقتی که بای فرند خود آورد چون شما خو علاقمند شفیعیار هستین دیگه از طرف از او خنده کنین بگین که ما یکی از علاقمندای شفیعیار هستیم ما تعلیم داده تربیت داده درس داده که ما شما را عزت میکنیم هر وقتی که دلتان شد اینی خانه ماست براتون نانم تیار میکنیم اونا برین هر کاری که میکنین بکنین نه تبریک باشه به علاقمندای شفیعیار. امیره پر کو دم سینهش او را پر کو در سینهش یعنی او وقت باز تو دوست نیستی بازی مولا میگه والا خوب مسلمان نه او مولا نگفته که تو را کت تفنگ بزن یا کت چیز بزن ببخشی او تنها گفت که تو سنش خنده میکنی بی غیرت هستی کمک غیرت داشته باش اگه هیچ نمیتونی کم از کم پیشانی تا ترش کو کم از کم چای خو برش نبر اگه نهایت بی غیرتی است امیام تو نهایت بی غیرتی است کم از کم پیشانی تا سنش ترش کو کم از کم دختر تا بگو که بدر ما که تو کار ندارم گپ نمیزنم اگه هیچ ضرورت نمیرسه اما اگه ضرورت میرسه دختر تکسیلی محکم بزن بگو برو دختر دیگه از حق نداری که از خانم بیرو برای تو بهتر بیاد تا که مگه اصلاح شوی که بری تنها هدفتی باشه که درس بخونی و بچه را رقم چی بگویم دیگه علاقمندای شفیعیار هیچ کس حق نداره کسی را مثال خدای ناخواسته از بین ببره اما همه حق داره که یک زدن یک سلی محکم دمی دانش بزنی که دوام برسون دختر چپ سیر نکنه این یک کمک غیرت میگیره حتی خارجی هم غیرت داره ما چون که شفیعیار ما چون نداره. خب فکر کنم گپایش خلاص شد اما قبول یک مولای دین دیگه ما را خواست توهین کنه که ما شما دیدیم که خودش چقدر یک انسان بی غیرت است نظر به گپایش. امید که خوشتان آمده باشه ویدیوی ما اگر ویدیوهای دیگه که میخواین درباره‌اش ما اظهار نظر کنیم ما و شما پس ویدیو رو ما روان کنیم اظهار نظر میکنیم اکانت ما را فالو کنین و منتظر ویدیوهای جدید ما باشین.